در بارگاه برزو رو بردم تو. بیننده های عزیز، طول سخن باعث ملال. برزو رو دادگاهیش کردم. خسرو دستور داد دشخیم. دشخیم آمد. رستم پا شد. این کتف که خورده احترام کرد، گفت قربان برزو رو به من ببخشین. فرامرز اینه میبری در ارگ سیستان، زندانیش میکنی، با زنجیر میبندیش، اما از لحاظ غذا، خوراک، نوشیدنی هر چه میخواد بهش بدین. به سوسنم بگو برای این رامشگری کنه، دلش نگیره، اما مواظب باش از زیر زنجیر اگر فرار کنه، گرش حاسب قدرت بستن اینه نداره. به دستور رستم فرامرز با یه عده‌ای برزو رو بردن در ارگ سیستان، زندانیش کنن. عرض کنیم از مادر برزو